اولین سفر ما به سمت دریای پنج و یا همچنان در سمت دریای آمو. ما میخوایم امروز یک سفر به سمت دریای آمو داشته باشیم و ما را بیننده باشین و همچنان قریه چغری باستان است که در حال نمایش است. آشیانه گشتم، خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه باغم، شانه به شانه گشتم. عشق یگانه ای من، از تو نشانه ای من، بی تو نمک ندارد شعر و ترانه ای من. سرزمین من خسته خسته از جفایی، سرزمین من بی سرود و بی صدایی، سرزمین من دردمند بی دوایی، سرزمین من. و دوستا به دریا هم آمدیم و متاسفانه کسی نیست که همراه ما محاسبه کنه. دیگه هر کسی که میخوایم صدا بزنیم محاسبه کنه، دیگه کسی حاضر نیست محاسبه کنه، چون در دریای پنج هستیم، همگی اینجا دهاتی هستن و کسی حاضر نیست که اینجا محاسبه داشته باشه و انشالله اون طرف پیدا میکنیم. سلام برادر عزیز، احوال شما چطور است؟ خوب هستین؟ علیکم سلام، سلامت باشی، قربان شما. تشکر، زنده باشین. اسم زویایتون؟ گل آقا. بسیار عالی، بسیار عالی. در کجا هستین فعلا او بازی دارین؟ ولایت قندوز ولسوالی منصف، قریه تاشترغان. بسیار خوب، بسیار خوب. چرا رفتین؟ بیاین نه همراه ما محاسبه کنین. چه قسم؟ شما برادر عزیز خوب هستین؟ سلامت باشی. خوب در حال کیف کردن هستین؟ اینجا مساعد شدن نمیشه دوستا، بسیار یک جای مشکل است. بخیر. اسم زیبایتون؟ سمی الله. بسیار عالی، بسیار عالی. کجا هستین فعلا؟ سری تو هستین؟ فعلا سر تو هستیم دریای چیرام داره، دریای آمو، سری مرز تاجیکستان. بسیار عالی. دریای پنج، دریای آمو به اسم آمو و همچنان مرز تاجیکستان است دوستان عزیز که ما را بیننده هستین و اولین سفری ما در دریای آمو بود که آمدیم و انشالله از این پس دیگه سفرهای زیاد می داشته باشیم. و شما محاسبه نکردین بیادر عزیز؟ بیا اینجا، محاسبه کنید، چه خدمت؟ خب چه رقم هست؟ آب و هوا بازی چه رقم ده آب؟ خب عالی، قشنگ. خب بسیار خوب، بسیار خوب. آب بازی دیگه خوب است.